وقتی که یک بار رفتید طواف کردین و آمدین دیگر اونجا شما معلومات دارین خودتون هم رفته طواف کرده آمدن بگیرین که دیگه گم نمیشوید. و اگر بعدا مثال که رفتین و به حجر الاسود خودتون رو تلاش کردین همین وقت بینین که اگر که آدم کم باشد و آزار دیگر کسان نباشد پس میتونید حجر الاسود یعنی که طواف کنید. اگر بینید که طلبه و آدم جکوز آدم زنکنی باشد بهترش نکنین. باز هم میگم که آزاری اونجا زنکای هم میدرویم میجا کنشون جق و وقتشون میبره باور کنید از انسان گری هم دور میشد از اسلام گری هم دور میشد. خواهش میکنم در همین چیز سخت اعتبار که مثلا با امید یک سنت چندین حرام دیگه در اونجا انجام داده میشود. از این چیز احتیاط کنید. خب